استقلالیت و آزادی بزرگترین یک نعمتی است که برای یک دولت و یک ملت، پیش از همه برای یک ملت و بعد برای یک دولت میرسد و اون دولت و اون ملت همین نعمت را داشته باشد. استقلالت را در نتیجه مبارزه‌های خیلی دور و دراز تاریخی و آخرینش در سالهای 90 به دست آورده است. این استقلالت برای ما همه امکانات‌های رشدی ملی را داده است. ما حالا با اون حد کاملی که یک ملت یا یک دولت استقلالیت کامل داشته باشد به اون نمیرسیم. اصلا استقلالت ما هم کامل است هم واقعی. امروز جامعه با این سطح در این سطح قرار دارد که ملت‌های خرد، کشورهای خرد بسیار وابسته هستند از کشورهای بزرگ، از اطراف، از دولت‌های بزرگ خیلی وابستگی دارند. منقدان این عقیده هم موجود هستند که اونها بعض عامل‌های خیلی نظرناگی را همچون یک عامل بسیار بزرگ نشان میدهند. مثلا بودن 201 دیویزه روسیه یا یک چیزی به همین مانع رو و میگویند که ما گویا استقلالیت کامل نداریم. برای مثال ما میتونیم بگیم که امروز مثلا دولت تاجیکستان همه اتریبوت‌های یک کشور آزاد و صاحب استقلال دارد که سازمان ملل متحد آزادی را قبول کرده است و کشورهای جهان آزادی و استقلال تاجیکستان را قبول دارند. اما طوری که میبینیم در خیلی از مسائل ما مثلا کشور روسیه که یک ابرقدرت منطقه است و ما در این منطقه قرار داریم، اون تاثیر میرساند، زیر فشار میگیرد و میبینیم که خیلی کارها با منفعت روسیه حل میشود، چرا که ما در همین حوزه در زیر اطاعت بعضی مسئله ها مربوط به او میشود و در اطاعت او قرار میگیریم. برعکس ما چنین اندیشه داریم که روسیه یکی از عامل‌های بزرگی نگاهداری استقلالیت ماست. روسیه توانست که با کمک‌های بلاعوض خود از نقطه نظر عراق، از نقطه نظر مشورتچیانی حربی و غیره ها به تاجیکستان کمک خیلی زیاد رساند و در نگاهداری استقلالیت آن گویم سهم گذارد. برای خلاص شدن از این کار ما باید یک دولت مقتدر داشته باشیم، کشور تولید کننده، سیاست کننده داشته باشیم که در جامعه جهان، در بازار جهان جایگاه داشته باشیم که کشورهای جهان مثلا ما را بشناسند که یک کشوری هست که در بازار جهان جایگاه خودش دارد، یک کشور است که اقتصاد سیاستش به سطح بالاست. ما به این حد نرسیدیم، اگر هر چقدر تعریف توصیف کنیم این بی‌فایده است. بنابر همین استقلالیت ما، آزادی ما زیر فشار قرار میگیرد. از نقطه نظر اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ما مسئله های خودمان را قریب که حل کردیم، چون که نرسیدن مثلا برق برای رشد صنعت مسئله حل شد. راه های بد داشتیم، حالا راه های بسیار خوب داریم. یعنی نظام کمیونیکاسیونی ما خیلی خوب شده است و ما با چین و ازبکستان و قرقیزستان و افغانستان مثلا راه های خوب داریم. برآمده میتوانیم، از همه مهمش برآمده توانستن، چون که میشود که راه باشد لیکن برآمده نتوانیم. خوشبختانه ما میبریم. بغیر از این یکی از مسئله های دیگرمون تأمین با آذوقه است، امنیت آذوقه‌ای است که به این مسئله هم خیلی جدی رفتار نمودیم و تاجیکستان علاقه خودش را قریب که در حد 80-90% تأمین میکند.